هون گداریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن سلاف و دمو و بخیر گدارین دلال رادیو ریا تزوند کاره ببین تو رو اینترنتی بوی ناونی شانی مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 25 آداریه گداریا دنگو باسن گرینگ ین وی هفته بکن بیستیکی آداری سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی پلکفت جشن نوروز الگل بایلوس و نونرین ولاتن جیانی یل نولیری جبیا. دجوین دو پلکفت سال نویا کردی بایلوس و نونرین ولاتن جیانی پیروز بایل سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی و دیالی کرد کرد. دوی هفدیتنی دجالی خوابج سروکی هریم رفش نوچه بس شهر دجی دایشی و پیوندی نبره هولیر و بغدای کرد. دجوین دو بشک مزنش بایلوس و نونرین ولاتن جیانی جلن کردی سردن سروک بارزانی کرد. نونرتیو هریم کردستان پارلمانتوی اروپایی مراسمی که تایبت بو جشن نوروزی دارخست. هجمارکش پارلمانتار و دوستین کرد بجداری مراسم بون و پشتوانی خوش بو گلی کرد و باشوری کردستانی اشکره کرن. هر وها رول پیشبرگه شهر دجی دایش دا وقتی قیربانی بناف کرن. روند کردستانی یه بجداری و مراسمی ببون جلوبرگین کردی تاوی آواز استرانین کردی بالا پارلمانتاران کشاندن. نونرتی حکومت هریم کردستانی جی بلکفتا وی روزی پیام خاک یانده بریار دستین جهانی. وزیر دروازی بریتانیا پیامک سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی را شاند و تدا بنای جشن نوروز پیروز بایل بارزانی و گلی کرد کرد. در پیامی که دا وزیر دروازی بریتانیا بوریس جانسون رئیس اسلاف و پیروز بایل خواه پیشکشی سروکی هریم کردستانی و خلق باشوری کردستانی کریه. بوریس جانسون وی پیام خود رول و قهرمانی هزیم پیشمرگه شهر دجیدایی شده و خواهی کردن و پیشوازی کردن میلیونان پنابرن عراقش علی گلی کرد و بلند نرخینه. جونسون هر واهی ویکر کد سال دهاتی دا پیوندین هریم کردستانی به بریتانیا را هیپ هستر ببن هر وها بحث و سردن خواهی پیشتر بو هولی کرد او گوت هیویدارم جاره کدن سردن کردستانی بکم. وزیر دروازی بریتانیا دوی نامه خود وا گوتیه پیویا نوروزی که در روین و پر آشتی و سال که سرکفتی وارد خوازم. 22 آداری کنفرانس ولاتن اندام تپیمانی نادولتی دجی دایشی دا واشنگتنی بریوچو. کنفرانس یا ولاتن تپیمانی دجی دایشی دا بو جاره یکم فواد حسین وکی نونری هریم کردستانی بجدار بو. هر وجالی عراقی وجی سرک وزیر عراقی هیدار عبادی کنفرانس دا آمده بو. دوی کنفرانس دا وزیر دروازی آمریکای رکس تیلرسون که خوشی خالنبر بجداربون نونری سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی کنفرانس دا آنی بوزمان. بدف کی وزارت دروازی آمریکای مارک تون برسی و پرسیارن روداوی دال سرهزا پیشمرگه آخوی. بدف کی وزارت دروازی آمریکای رگیون وانگلک ریس و پیزانین هم بر ویراستیه که پیشمرگه هزه که خودشیانین مزن و پر پیزه. نونرتیو نتوان یک بویل عراقی روزا سیشمی بیستیکی آداری دخینی که آمجه بلند کرنا آلا کردستانی یا سرکل ها کرکوکی کر او را گیاند. نونرتیو نتوان یک گرتیل عراقی در باری بریارا داوین یا پرزگری کرکوکی یا بلند کرنا آلا حریم کردستان عراقی دا نرازیه. نونرتی دخینی خود وی یکی وکه پینگوه که یکالی بنافت که او دیار دکه دبی همو پینگوین یکالیش آرامی آشتی او پیکواجیان و پیکاتین کرکوکی را به مترسی. دخینی داتی گوتن حکمت عراقی دستور خود درون کری که کرکوک سرب حکمت نوندیل لمجی بلی آلا عراقی نابت آلک دن باجیر بلند کرن. ایوار روز 20 آداری داهنگ نوروزی دا با مدبون پارزگری کرکوکی و سروک جوات پارزگری برپرسید اداری و ین پارتیان سرکل کرکوکی آل کردستانی هات بلند کرن. لیپیکاتین عرب و ترکمن ین کرکوکی دجتیا و پینگاوی دکن. پارزگری کرکوکی نجم الدین کریم 14 آداری دا بریور دابو تاوی زمان عربی زمان کردیج ایدید ناو نویسین فرمی دا بین نویساندن و آل کردستانی توی سازین فرمی واره بلند کرن و هر وا اشکره کرد بو اول گور دستور عراقی موافق روای بدف که اوفیس سرک وزیر عراقی رگیان پیوست تنی آلا عراقی الکرکوکی واره هلدان و داخیا کرد و بلند کردن آلا کردستان الکرکوکی کارکی نه دستوریه و اف تفگریو یک عالی رد کن. هر واد مراسم پیروزباهین جشن نوروز دا آلا کردستان السرکل دیروکی یا کرکوکی هات بلند کردن و پارزگری کرکوکی نجم الدین کریم جی داخفتن خود دیار کرد که ایدیل کرکوکی کلک آلا عراقی آلا کردستان جی بلند کردن. فینال پیروزبایان نوروز یال باکوری کردستان الباجاری آمده پیکات. السری سبی داخل کم هرکین قاد نوروزی و بدلی خو نوروز پیروز کردن. نوروز هری رقم یال باکوری کردستان الباجاری آمده پیکات. 100,000 کس القاد پیروزبایی حاضر بون و نوروز پیروز کردن. سیاستمداری کرد احمد ترکشی قاد نوروزی بانک حکومت آکیپارتی کرد که جاره کردن پیواجوی چرا سری بده دست بکرن و دف سیاست زود دستی برده. پیروزبایی دا بردف کی پارتی دموکراتیک گلان عثمان
ریحان بیدمیر جی آخفتن کر او گوت گل کو دولت الگلک باجارین با کور کابل سر کابل نیش جی کردان سری نتوان او دی نتوینه کسین کو تبی پیروز بایان نوروزی بونجی آلاین کل سر نادن ویساد بلند کرن پرانیان بجداران جی خواست نوروز به بنگه آشتی و آرامی گلک جیان پولیسان هول دا نیلت آلا که کردستانی المپیکی که او رنگین کسک و سور و زر بکوین هندر وکی گلک نوندن با کوری کردستانی وکل باجاری آمدی آگری نوروز الباجاری وانی و درسی میجی بگرسی هاته دادان و آهنگ و پیروزباین جشن نوروزی هاتل دارخستن تبلیبون پارلمانتار و سرکردان هدپی و دپپی هر وها کمک هنرمند نوروز لبرتیلا دیروکی یوانی هاته پیروز کرن ادمیتینگ نوروز وانی د پارلمانتار هدپی انقری سری سوریه اندر آمجه کرد دیف 7 سال به 7 سال کردان الباجاری سرحد و رنگین وانی دروج بکو برف بهاری لیدکر لیگلی باجار روزا نوروزی سری سبازو و بتبی سرمایه بری خدا کلوانی درسیمی جشن نوروزی بن سرپتی پارتی حریم دموکراتیک کنگره جواکا دموکراتیک و پیکاتاین پارتی دموکراتیک یا گلاند القادا سعید رضاهات ساز کرد جبر رفش آورده گرتن و بنچاف کردن بجداری کم بجی جوش نوروز درسیمی سالن بری نکیم تربو کیف و شیا نوروزی هین بردری قادی دست بکر قادا کد دردوری بیب چپری نولایی هاتبو گرتن تبلیبونا هنرمند و کومن موزیکی ولاتین وانی بدلی خوا دیلان گرتن جبر مترسیو شر و رفش آورده هجمان بجدروان الوانی الگور سالن بوری کم تربو لیل دور ساعت یکی بیستیکی آداری میدان نوروزی تجربو الجل كل أنقري بيروزبيون نوروزي هاتن قدغة كرنجي كوتشا وكولودن كردون أنقري أجري نوروزي بخستن ونوروز 2017 بستران جوفان ودرشمان بيروز كرت سياسة مدار وخوكناسن كرد دربوري نوروزي وقدغين دا بير وبوجون خا رواكرن دجال برجرين برفتين كل أنقري هاتبون هلانين جي الأنقري كردون جاي ندى قدغة قول توزلو شايري الهاف جيفيون كردن كل بيداري جيفيون بدقينية كتشوباماني هم هالفستو قدغة باريسجريو أنقري شرمز زار کرد و همجی بانگو آشیتی و براتیا گلان کرد و جزیر نسابین و سرجی ببیر خستن هفسروکن هدپی صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یکسک داک بونو جشن نوروزی پیامک بلاف کرد و دیار کرد که افدی تجاران دش لگرین آزادی برنادن و تکوشین خواهی آشتیجی بردوام بکن هفسروکن پارتی دموکراتیک گلان صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یکسک داک جگتیگه پیام نوروزی شاندن و هیوی دکن که اف نوروز ببه سدما جرسری دموکراسی و آشتی هفسروکن دیار کرد که برفت شایرو اف خال هم برگل خو دیندار دبینن و گوتن بنوی هزاران هولین خواهی زندان دا هاتن دیلگرتن امتخوازن اشکره بیجن که امی تجاران دش لگرین آزادی و سیاست دموکراتیک برندن و تکوشین خواهی آشتی بردوام بکن بردوام یا بیامی دا هفسروکن هدپی سرنوی همو هدپی انگرتی گوتن همبر ظلمی و ظالمان امی سری خواه نتویدن و رومت گلی خواه بپاریزن تبی که فرمانداری آسایش روجوای کردستانی بریار دابو که نوبت تجالاکی و پیروزکن نوروز به استاندون دستوری بین اساس کردن روجوای کردستانی لباجاری قاموش دو پارتین سربیین کسی باوی که گرسایی و بجداربون کما نارین نوروز پیروز کرد روزلات قاموش دو بسروکتیا پارتی دموکرات کردستانی سوریه جشن نوروزی بجداری کما دیلان استانین کردی و با مدبون هجمار که مزن شرقی دوری هات پیروز کرد سروکتیا پدکی اس گوت که تبی اوفیسی وان هات گرتن و شوتاندن پیروز کردن نوروزی هاتن قدغه کردن لیف هر دی جشن نوروزی ویژینن و دکار و خبات خدا بردوام بد زاروک جن و میر بسدان کسان بر خدان جی پیروز کردن نوروزی لباجاری دیریکا هم کویجی یا روجوای کردستانی جشن نوروزی جوشک مزن هات پیروز کردن یکتی خواندوان و جوان دموکراتیین کردستانی روجوای کردستانی کمک فولکلوری کما شهید شیفا گردی بجداری نوروز دیریک بو اود پیروز کردن دا چندن دیلان فولکلور کردی پیشکش کرد. نوروز ای سال بی قربانی درباز نبود. روز 21 آداری بری دست بکردن پیروزبایی نوروزی تراژدی مزن بکرد. جوانک بناوی کمال کرکوت مانیا کد چنته ویدا بمبه بیه و بکیران یریشی پلیسان کریش علی پلیسین ترکیه و هات بو کشتن. هات گوتن کل گلبی کسی چنته نبیه و دست ویدا جی نکر لی آف بیه. ولیتی آمدی بدخینی که دیو کرد که کمال کرکوت دمو هاتی قادا نوروزی نخواستی پلیس چنته الپشتاوی کنترل بکه.
لی دیمن دمو گتنا پلیسان دا دیار دبه که کمال کرکوت تعزیه تو چنته پیرانینن وروا دست ویداجی شوشک پلاستیکی یا آوی هبیه حتی ایدیا کرن که پلیسان پشتی بیاری دست دانین سر کامرین روزنامه‌وانان ناسین کمال کرکوت جی گوتن که وید مال خود جی که ندای دستی خواه و تو پیوندیه که ویب تو آلیه که و نبیه کمله مافی مروان شاخی آمدی را گیاند که افدی راستیاوی بیاری بشوپیدن نسنمای کمال کرکوت جوانی بناوی کمال کرکوت جباجاری سمسوری الملتی مزم بیه والبشن ونرین جوانی ین زانینگه اینونو خنده کار بیه با وی هی بچوک بو کوچو دوی کریه دیگو کمال وی خودی کریه جنیازی کمال آمدی شاندنه مالاتی والگل با وی هات بناخ کرن لشکرین روسیا باجاری هلا ببرداری جشن نوروزی بون و بیناین خواب جلن یبگه و یبجه دگرن آژانس گوگان بلاف کریه فرمانداری لشکری ی روسیای اندری وولکوف جلو برگن لشکری ین یکی ناین پاراستنا گل برداری مراسم جشن نوروزی تاخین کردان هلا ببو روسیا کش 3 ایلون 2015 و دست اپراسیون خواهین ازمانیل سوریه کرد داویا سالابوری ده هزکش پلیس لشکری در بازی باجاری هلا بکرد هربا روسیه جی هفته بوری در بازی باجار افرینی بویه و نوند که خواه لشکری افرینی آباد که الگوری آژانس سپوتنیکی بر پس پیوندین کارین در و ین حکومت کردستانی فعلا مصطفی سرسرخابون کردستانی آخویه او گوتیه که تو آوایی نو به انقره و تهرانی لسرسرخابون کردستانی ببن خودی گوتن گوری فعلا مصطفی بسله سرخابون نابر اولیر و بغدای دایه فلا مصطفی استانبول کنفرانس اولکاریا اورشلاتا داوین دا آخویه و درباره مجاری دا خالین گرینگ دست نشان کریه مصطفی دا خفتن خود اشکره کریه کوان هر دم دوزا سرخابون کردستانی کریه الو ماجی کدش بروی دا خوز خال عراقی هاتنه جزا کرن الگوری فلا مصطفی بغداد پشگری و هفکاریا کردستانی ناکه و اوایه که پیویش جی چفکانین پروبلم و مسئله سود ورناگره نوچه شنگالی یا باشوری کردستانی هیزین پیشمرگی راستی گیری شکچک داری هاتن ایواری چهارشنبه 22 آداری دا چند کسین نناسکری نزدیکی بازار شنگالی گله بردان اتومبیل که هیزین پیشمرگی و انجامی دا 3 پیشمرگی بریندار بون گوری زانیاریان فرمانداین پیشمرگی نزانن که تقالوان کریه و گمان سر تو کسی جینینه لیبلی لیکولین لسر بویاری بردوامه سروک حریم کردستان مسعود بارزانی هفته بروی رجح اینی هفته آداری پیشوازی میری ازدیان کردستان و جیان میر تحسین بک اندام جوات روحانی یا ازدیان باب شیخ و شانده که الگلوان داکر الگوری داخلی مال پر فرمی یا سنکتی حریم کردستانی تفدیدن دا رفش شنگالی پرزگریکن ازدیان و پاش رجح حریم هات گوتو بیش کرن داخلی دا هات دیار کرن که تفدیدن دا سروک بارزانی بحث کارست بسرگل کردستانی دا هاتن کریه و کارست شنگالی جی وکه خلق جوی زنجیر و کارستر بنوف کریه و گوتیه کردن ازیدی درجه دیرو که دراستی ظلم و انکاری هاتنه اب ظلم جیش بر پیناسه اولی و نتوی بویه تفدیدن دا سروک حریم کردستانی رونایی خستیه سرمجاراش نو و آوادان کردن شنگالی وگیر خلقی و پرزگر کردن شنگالی دا جی گوتیه ام همو حولی خود دکن دا که بریا حکومت حریم کردستانی بغدای و جواک نو دولتی شنگالش نو و بی آوا کرن جیانی وگیرین دبری و گلی حریم جی بکاره پشت خوا بدخوا و درباره هبون هزین دن شنگالی جی سروک بارزانی وا گوتیه حتی دزگین فرمی ین حریم کردستانی و هز پیشمرگین شنگالی هبن نابه هزین دن هبن و ریل پیشا او کرن و چالاکین حکومتی و تفگیر پیشمرگه بگرن تفدیدن دا هروا بارزانی دیار کریه که ایش و آزارین ازدیان دین همو گلی کردستانی نه هفته بوری اوفیس رزگار کردن کچ و جنن کردن ازیدی اشکره کرد که 8 جن و تیدا 3 زاروکن ازیدی در خستن دایشی هاتن رزگار کردن بر پرس اوفیس رزگار کردن کچ و جنن ازیدی حسین کورب داخلی که چپمنی راگیاند ما بریان نهاجی گلی خورا گوته بو که امی مزگینین خوش راب گینن ایرو هجماره که دن ین کچ و جنن ما دست تروریستن دایشی رزگار بون اوی راگیان که 5 جن و 3 زاروک گیشتی 8 کس هاتن رزگار کردن و گوت تبی وون 8 کسان هجماره کسین روز ایرو هاتن رزگار کردن گیشتی 2936 کسان هروا هیچی نزدیکی 3400 کس دبن دست دایشی دانه بر پرسی اوفیس رزگار کردن دخیاند که همو کسین هاتن رزگار کردنش علی اوفیس وان و بالیکاریا هیزن پیشمرگه و دزگین اولکاریا حریم کردستانی و هاتن رزگار کردن و گوت مخابن دما در بزبوی دا هنک آلیان خواخستن ناوی مجاری و آمجب وی یکی دانه که قاشو وان اف کردن ازیدی رزگار کردنه او وکه اوفیس رزگار کردن کچ و جنن ازیدی وان ایدیان رد کن
دروش بریوی پارتی کارکردن کردستانی سه تابوری دن ین هزین خو شاندن در دور خانسور و حسابی که ین سرب شنگالی و ابیک جی تکا روز سی آداری شرط نابر هزا پیشمرگه و شروان پیککی دا نوچه خانسوری درکت و پشت را وزارت پیشمرگه یا حکمت ریم کردستانی فرمی دا خوش پیککی کرکوشوی دا چه وکش و را دستی هزا پیشمرگه بکه لی فرمانداری پیککی ابیک رد کردن که شنگالی وکشد و بردوامی هزین زیده تر دیدن وی نوچه یکش فرمانداریم پیککی بناوی سوزار آبیستا تاوی رد کردن و ردست وی نوچهش بو هزا پیشمرگه بچت نوف کر او را گیاند پیویست اف چتش نوچه وکشه روسیا یکم نوند خواهی لشکری باجار افرینی آواده که بردف که یکینان پراستنانگل ریدور خلیلش آژانس رویترز را گیان لگور رکفتنه که نابر یپگی او روسیایی دا روسیا دی نوند که لشکری باجار افرینی آواده که ریدور خلیل آمجه به یکی کرد چرچو و نابرنا تروری دا هزین روسیا دی راهینان پشروانی یپگی بکه بردف که یپگی اشکره کرد روز 19 آداری اف رکفتن نابر یپگی او روسیایی دا هات امزه کرن چالکوانین افرینی جی چند روزان نوین اتومبیلین که آل روسیه سربان بلندکری بود بلاف کرده بود. هر وها الگور زانیاریان اف نوند لشکری یا روسیه الگوندی کفر چنه لشکرگه به دمزراندن. لیبلی وزارت بروانی روسیه پشتی دمک کمش بلا بونا وان آگاهیان دخینی ردور خلیل رد کرد و دیار کرد که روسیه تبنگه که لشکری افرینی و نکریه. وزارت بروانی روسیه هر جوره رکفتنه که بیپگی را بمبست وکرنا نوند که لشکری افرینی رد کرد و دست نشان کرد که روسیه دیلیق که نوند چفدری آگربستال سوری یا سرب نوند لشکری میمیمی نزیکی افرینی وکه. چفدری سوریاش بو مافن مروان چارچمی را گیاند کلنیزی رقا پروکین شرین هپیمانیا ناف دولتی یاد بن سرکاتی آمریکایی دال روزوای رقای دبستانک بمباران کرنه او دنجامی دا 33 کسی سیویل هاتن کشتن هات گوتن که دبستانی دا مالبتن پینجی کوچبرینش باجار حلبی هات بون جیوار کرن آژانس سانا یا حکومت سوریه جی را گیاند که دنجام یریش دا دبستان توایی ویران بلیه آژانس چفدری دیار کرد که تی گمان کرن که کوالیسیون آمریکا که پیشنگی ویده که یریش ازبانی دارخستیه. واشنطن و موسکو سینورین هزن متال فرات دکشینن و سینوری که نابر هزن متال فرات ین پشتوانیا ترکی و یپگی داینن. الگوری چفدیران سبب وان اوکلت ریل بر ترکی بگرن. آلی رجلات چمی فرات واشنطن پشگریا هزن سوری دموکراتیک دکه که یکینان پراستنان گل سرکشیا وان هزان دکه. آلی رجوای فرات جی موسکو پشگریا وان دکه. تفگیر هبونا لشکرین روسیل باکوری حلبی و یکی نشان داده که موسکو بریار هبونا خویا لشکری حریم و افرین دایه افرین جید من کنترل یپگی دایه گوتنا چفدیر رفش سوری آرمانج روسیه جی اوه که سینوری نوچه متال فراتی کد من کنترل ترکیه دایه ورن دست نشان کرن و ریگری بردر بازبون هزین وان بر افرینی و وره کرن هنش رو وکارن سیاسی دبینن که آمریکا و روسیه کار لسرکیب کدن رول ترکیه لمن بیج و افرین دکن بنیری نوان جی اف پارور کدن نوچین سردستیه لینده دجرابری و نوکوکی نوبر هر دو هزین مزن داد الگوری زانیاریان هاتنا هزین روسی بو افرینی نامه بوش ترکیه را که گف یپگی و هزیده دخارد فرمانده یپگی سیپان هموش آلی خواه را گیان که هبونو لشکری یا روسی افرینی دکوه چرچوه پیوندی و هپیمانی وان دشار دجی تروری دا یا سوریه همو رد کرد که موسکو کار لسر دامزراندن بنگی لشکری افرینی بکه لی نشان ویکی دا که نوند که هواهنگی و راهینانی دا هبه گوتنا بی افکاریال گل روسیه باندوری سرپیوندی یپگی گل واشنطن جینا که موسکو دبیجه هبونا مل افرینی دکوه واری نوند که روسیش بو هفکرنا آلین ناکوک و دجرابر سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان در برنامه تلویزیونی یا کل سر رفرندومی و روزوا گیشت نرخاند جبو علاقه آمریکا و روسیه یا جبو یپگی نرازی بو نشان دا اردوغان سر هلوست آلمانیا و هلند یالنبروان داخیا کرن دبی که پشتی 16 نیسانی راستی سورپریز وارن و واقع خوی پس گریک بشه که اروپایی دقابل بد ترکیه ایدی نه ولاتی که کوان تشتان قبول بکه دبی که پیوندی خواهین آبوری بیکتیا اروپایی را بدومینن لیشیل سیاسی و اداری و پیدویش نو نرخواندنه هیه سرکومری ترکیه در برنامه دل سر بلافکرنا دیمین لشکرین روسی ین پیروزباین نوروزی پشروانی یپگی را و هفکاری آمریکا و یپگی را جی گوت علاقه که روسیه و آمریکا یپگی پیدی و پکیکی را نشان داده مخمگین دکه دنگ و باسنجیانی
چهارشنبه 22 آذر شب نزدیک پارلمانتوی بریتانیا لندن یا پایتخت ولاتی کسی که وسایت خو آزوده بود سرپیان او پشت را جیبکر خو یریشی پلیس کی کربو دنجا موی بیاری دا 5 کس هاتن کشتن و 40 کس جبرین دار بون هات دیار کردن که یریشکار جیب بیاریش علی پلیس و هاتیه کشتن اجبر وی بیاری اویا پارلمانتوی هات داخستن و هزین پلیس گیشتن جیب بیاری هرو هزین اولیین بریتانیا سر کلانن و جی گیشت ین لندن بلا بود و در دور اویا پارلمانتوی جی هزک بزن یا پلیس جیب بون ریخستن دایش یریشل نزدیک پارلمانتوی بریتانیا که کسی که وسایت خو آزوده بود سر خلق سیویل و پشت را جیبکر خو یریشی پلیس کربو لخاگرد شرکی گراند نامبر چکدارین دشبرای او هزین ارتش سوریه نو پایتخت وی ولاتی باجاری شامی بردوامه هات رادیاندن کت شرد فرماندهی که مزن یا ارتش سوریه بنوی میار محمد حسین هاتیه کشتن شهر تاخو عباسیان نو باجاری شام یا پایتخت سوریه نامبر هزین دشبرای سوریه او ارتش حکومت سوریه بردوامه او اپوزیسیون بجه و نزدیک 5 سرباز حکومت دیر گرتنه او تاخو عباسیان و چند نو چندن کنترل کرنه هزین اپوزیسیون سوریه و چکدارین جبهت نصرة رجلات الشامل دجي هزين حكومتي دست ليريشة كردن وهي نها چند نوچه کنترل کرنه آژانس فرمیان و چند حکومت سوری سانا جی دبیجه شهر بردوان دکه لی تمن دمی دجی بیه که بلاف دکه که روشت بین کنترل دایه وزیر برگری اسرائیلی ابیگدور لیبرمان هشیاری دهیز برگری سوریه او رگیاند اگر جاره که دنوان برسی و فروکین اسرائیلی دان دی سیستم برگری سوریه بروخینه ابیگدور لیبرمان دیار کرد ارکی اسرائیل اوه کارینه ده چک برین قاچاقیش سوریه در بازی حزبالله لبنانی را بده هر وا ابیگدور لیبرمان هلبستا اسرائیلش سرکی سوری بشار اسد اشکره کر او گوت اسرائیل نپشکری اسد که او نجی دجیبیه روز هفته آداری آتش سوری رگیاند که فروکین اسرائیل یریشی آرمانجی نو خاک سوریه دا کرده او وانجی برسی و واندای و فروکه که اسرائیلی خستی خاری و زیان گشتی فروکه کردن لی اسرائیلی را گیاند هزین سوری برسی و فروکه واندانه لی تمن دمی دا رد کرجی که تو زیان گشت به فروکه که واند اف جارا یکمه که هزین بروانی ین سوری برسی و فروکه اسرائیلی دادن بدارین هجا او بو وشانا دنگو بس نفتکی شهر 4% کردستانی و کردن دیاسپوره هروا نوچین نمنتوی اجاره کردن هفتیاتی دی سال سروی اینا و نشانی امی راستی هبین آمدکار و ریبرا برنامه دنگو بس نو یا رادیوی رتزه بیلاس ترکیه حتی نیشمیاتی بمینوت خوشی اسلامتیه دا